أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه قرآن را تحریف میکنند، با قرآن بازی میکنند. این قرآن ستیزان، کوردلان. در راجب آیه 81 آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یاد بیاور اون هنگامی را که خداوند از همه پیغمبران میثاق گرفت به آنچه که به شما دادم از کتاب و حکمت. از کی؟ پیمان راجع به محمد، آخرین پیغمبر جهانی که هیچ پیغمبری مثل او، هیچ پیغمبری جهانی نبوده. او اولین و آخرین پیغمبری است که برای همه بشر فرستاده شده و بدین خاطر که از بقیه عهد و پیمان گرفته شده. نه آقا، پیغمبر چیکاره؟ علیه. دقت میکنی؟ از این شیطنت بالاتر، از این تحریف و تزویر بالاتر. خب خود چرا خود علی حرفی نزد؟ چرا در نهج البلاغه همین حرفا رو نمیزنه؟ یعنی کلینی و خمینی و بقیه کوفت زهروارهای ولایت تراش و بقیه بت پرستان و امام پرستان و قبر پرستان از علی عربی بهتر بلد بودن؟ از علی قرآن بهتر بلد بودن؟ از علی به اسلام آشناتر بودند و آگاهتر بودند؟ ثم جاءكم رسول، بعد از اون پیامبری براتون اومد، مصدق لما معكم، اون چه که در پیش شما هست اهل کتاب تصدیقشون میکنه. لتؤمنون به و لتنصرونه، بر شماست که به او ایمان بیاورید و نصرتش کنید. اما در میان شاگردان اهل کتاب سابق در اسلام در لباس ولایت و رافضیگری، در لباس این باندهای مخرب، اینا میگن که لتؤمنون به یعنی به رسول ایمان بیارید، و لتنصرونه وصیش را یعنی علی را نصرت بدهید. هر جا قاطیش میکنند با نبوت و رسالت. و همه انبیا هم اقرار کردن، گفتن تمام شد. فقط یونس یه خورده متردد شد، خداوند انداختش تو شکم ماهی. اونم چون یه خود تردد داشت، ایمان آورد، فقط آخرین نفرش بود.